Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. نوحیه رو که دیده میتوانیم و باور داریم اطمینان داریم که امروز دسته های یک بازی ارزنده لیست میزبان سراول برای شما معرفی میشود. ابراهام ودونکور تحت رقم 1 سرمربی دسته اهلیدین توردیف و در مورد بازیگران ذخیروی دسته کوفتوف رقم 14 بختیاری خورشید. در مرکز رقم 27 شهریار اینتولو، 19 ایدان اوکران، رقم 31 مسرور قیومیدی بارد و بیننده عزیز حالا ما متوجه میشویم با شروع رقابتی دست جلب شد که در مرکز میدان همچنین محافظتگری تخریب کن هنرنمایی دارد. فرصت برای روشن با اتک اومدی ضربه زند و اما ضربه او بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. خط دفاعی دسته روشن برطرف کردند. باز موج دیگری حمله از سوی فوتبالبازان کوکتوش آغاز میشود. فرصت برای بازیگران دسته کوکتوش پرتاب اما به نتیجه بهترین دروازه‌بان خوب هم است. در جام آفریقا باید خوبتر بازی کند. حالا ادامه حمله کوکتوش فرصت هست برای آنها. پرتاب نوبتی از بک سلطانوف، ضربه جانبی دروازه و یوگنی گریتسینکو پرتاب نوبتی و طرز دیگر اجرا میشود و توپ از پهلوی دروازه رسید و روشن و ببینید که چگونه فرصت 100% گلزنی برای ایدان اوکران بازیگزاری بسیار خوبی فوتبالبازان دسته روشن. ضربه جوزف و ابراهام ودونکور اینجا با ضربه دیگر از جانب حمله نوبتی دسته کوکتوش. جولیوس کواسی پاسی او بچری مگو فرصت برای کوکتوش ضربه و پهلوی دروازه با محمد شریف سید خوجا ضربه او و چگونه دروازه بون روشن موقعیت هست برای فوتبالبازان سرخپوش. حالا پس بسیار هم خوب امکانیت برای طاهر ملادوستوف و گل حساب 1-0 دقیقه 73 رقابت. طاهر ملادوستوف بازیگر که از کرسی احتیاطی به میدان آمد حالا با زدن گل دست می‌یابد. ما از طاهر ملادوستوف استفاده کرد. به توجه میکنیم لحظه تکرار و ضربه خیلی هم زیبا. ببینید حتی امکانی پستی هم بود اما ضربه زد از همین موقع که برای دروازه‌بان خیلی دشوار بود. پس نداد و گزارش بسیار هم زیبایی او فرصت برای فوتبالبازان روشن و باز هم امکانیت ضربه و گل و ببینید چگونه گل زیبا با اشتراک محمد شریف سید خوجا. دروازه‌بان ابراهام ودونکور هیچ کاری کرده نتوانست. توپ را گرفت، یک نفر را فریب داد، نفری دوم را فریب داد، باز دو نفری دیگر را در پس گذاشت و ضربه زد. بسیار عالی بود، بسیار ضربه عالی و همینطور حساب 2-0. امکانیت برای دسته کوکتوش فرصت پس برای آنها و پنالتی به دروازه دسته روشن داده می شود. و بیاید میبینیم پرتاب سلیمان صابیرов گزارش خوبی کواسی اینجا رسیش بود دیل خور رسیش صدای اشتکی دوار ضربه از بک سلطانوف و یوگنی گریتسینکو برمیگرداند ضربه حملهگری دسته کوکتوش را. باز هم حمله فوتبالبازان میزبان ولی به نتیجه بعد از حسابی 2-0 آنها میتوانستند حساسیت را نگاه دارند و موفق شوند اما خدای اوزاقف ضربه او و باز هم دروازه‌بان دسته روشن خیلی عالی بازی میکنه. محمد شریف سید خوجا واقعا هم توپ را رسونید تا لحظه آخری. مسعود قیومیدینov پرتاب بلندی او با طاهر ملادوستوف امکانیت نوبتی برای طاهر ضربه او و دروازه‌بان ابراهام ودونکور برمیگرداند. اودیلوف و صدای اشتکی دوار از انجام رقابتی دسته در میدان خود مغلوب کرده بودند و روشن اکنون مقام دسته کوکتوش را اشغال میکند، یعنی سینه تیم را حالا اشغال میکند.